پیوندان یک راننده ماشین بارکش در تاجیکستان از مقامات طلب دارند که جسد او را از زیر خاک و شغل در محل ساختمان نیروگاه راغون زودتر بیرون بیارند تا با رعایت رسوم دینی دفن کرده شود. بختیار فیضوی 60 ساله 2 سال باز در این نیروگاه به حیث راننده کار میکرده است. به قول نزدیکانش بختیار فیضوف و کارمند دیگری نیروگاه هفته پیش در نتیجه فرآمدن یخ تقریبا 60 متر به پایان سرازیر شده به هلاکت رسیدند. مسئولان جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون در این باره اطلاع نمی‌دهند. امری خدایف یکی از پیوندان بختیار فیضوف روز 8 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت این درون یک نشدگی وقتی که همون ماشین همون رای میکنند همون کار میکنند میزون وایو خوک میکشن کماز اونجا همه کماز و قطعی همون بلاز و کماز همون درون باشدگی همون پاسی بلندی دارد وای همین تپچو روی چی دارد وای همون یارچ میفرد میزند ماشین چخوری 70-80 متر بالا میشه. امری خدایف میگوید در جای فرآمدن یرچ اکسکاواتورها خاک میکافتند، اما با گذشت یک هفته مقامات نه جسد و نه ماشین را هنوز نیافتند. انا اکنون مرده همین دو نفر نمیوان بعد یعنی هم کور شده که دولت دوری هم خیلی نخود که هم خیلی شود. همصحبت ما میگوید وقتی او به محل ساختمان رفت مفتش اداره کارهای داخلی و رئیس ناحیه نورآباد وعده دادند که جسد را یافته همراه مزد معاشش به نزدیکان میسپارند. و افزود فرزندان بختیار فیضوف در روسیه هستند و پیوندان دیگر در زادگاهش ناحیه جیهون خمسنگیر سابق روز میپویند که جسد را دسترس کنند. اما در مأموریت نیروگاه برقی آبی راغون نخواستند در این باره صحبت کنند. سیدقل قربانوف سخنگوی جمعیت سهامی شکل کشاده راغون گفت بیش از یک ماه این جانب خانه نشینی میکند و نمیداند در محل ساختمان چه میگذرد. سفربک ولیف کارمند دیگری مسئول جمعیت سهامی کشاده نیروگاه راغون نیز گفت بیش از یک ماه باز در جای کار نیست و در این باره معلومات ندارد. همین طور مقامات از دادن همه گونه اطلاع در این باره خودداری می‌ورزند و به رادیو آزادی میسر نشد نام جوان دیگری هلاک شده را معین کند. تنها چیزی که معلوم شد این است که او 33 ساله و زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان بوده است. ضمن این بار اول نیست که کارگران در محل ساختمان راغون جان خود را از دست می‌دهند. به گفته مقامات تاجیک تنها در سال 2018 در ساختمان نیروگاه 6 نفر جان باخته بودند.